علت شادی. پیرمردی در یک روستا زندگی می‌کرد. او یکی از بدشانس‌ترین آدم‌های دنیا بود. کل روستا هم از دست او خشمگین و عصبانی بودند. او همیشه افسرده بود و درباره هر چیزی اعتراض می‌کرد و در یک کلام همیشه خدا حالش بد بود. هرچه سنش بالاتر میرفت بد اخلاق‌تر و بددهن‌تر هم میشد. مردم از او دوری میکردن چرا که بدشانسی او مصری بود. او حال بدش رو به بقیه نیز منتقل میکرد. اما یک روز وقتی به 80 سالگی رسیده بود یک اتفاق عجیب افتاد. شایعی فوراً در میان مردم پخش شد. پیرمرد امروز خوشحال است چون او درباره هیچ چیز شکایت نمی کند. لبخند می زند و حتی چهرهش باز شده است. اهالی روستا دور هم جمع شدن و از پیرمرد پرسیدند چه اتفاقی برای تو افتاده است؟ گفت اتفاق خاصی نیفتاده. 80 سال است که من به دنبال شادی بودم. حالا متوجه شدم که این کار بیفایده بود. حالا تصمیم گرفتم که به دنبال شادی نباشم و از این به بعد بدون شادی زندگی کنم و از بقیه زندگی لذت ببرم. به همین دلیل الان شادم.